یکی از شیعیان بصره که چشاش نابینا شده بود، دکترا در عراق در بغداد جواب کردم. پزشک آمریکایی گفت این یه بیماری ژنتیکی داره که آروم آروم داره بیناییشو از دست میده. در طی چند سال نمره عینکش از 1 تا 9.5 رسید. همه دکترها گفتن این داره کور میشه. تمام مدارک پزشکیشو آورده به من بده، این مدارک رو تمام اون چه اطبای آمریکا، اطبای عراق، همه تحقیقات علمی، عکس برداری هایی که هست، درصد بینایی رسید به جایی که گفتن به نهایت رسید. این چشمشه که تو تحقیق چشم کور شده، فقط یه ذره این نقاط سفید 10% از بیناییش باقی مونده بود. اطبا گفتن تا 2 ماه دیگه این هم از بین میره، کلش سیاه میشه، دیگه هیچی نمیبین. اینا عکسای رنگی چشمشه. همه اطبا بعدم که آوردنش از بصره تهران هم گفتن هیچ دیگه هزینه نکنید، هیچ فایده نداره. پاشو عزیز من بایست تا ببیننید. این جوان صاحب همون چشماشو نگاه کنید که دیروز علی ابن موسی رضا بهش عطا کرد. این همون چشاییست که امام رضا دیروز بهش عطا کرد. از بصره آمده، مهمان شما مشهدی هست. بیمارستان چشم پزشکی مشهد هم جوابش کردن، گفتن بهش بگید هیچ فایده نداره، هیچ هزینه نکنه. این پدرشه، دلم بخواد پدرشو ببینید که چطور رفته شفای چش فرزندشو با اشکای چش خودش از علی ابن موسی رضا گرفته. بلند شید شما رو هم مردم ببینم. بفرمایید اینجا. تعال هنا. ولو به عربی میخوام خودت بگی به امام رضا چی گفت. كل مرة أدخل على الإمام أستأذنه بالدخول. عندما جئت لم أستأذنه قط. دخلت عليه والجو كله أظلم، وقفت أمام الضريح بيدي التقرير، قلت له يا علي يا ابن موسى الرضا، يا ابن رسول الله، هذا التقرير تشوف لو ما تشوف. الأطباء عجزوا، أنت عاجز، حاشا لك أن تكون كذلك. لم يخبرنا عنك النبي هكذا. عليك بعيون أبي الفضل عمك العباس. أن تشفي ولدي. بعدها بكيت بكاء شديدا وجلست أصلي وخرجت إلى السقخانة. أنا عطشان، قلت له سيدي لا أشرب ماءك لما ما ترجع عيون ابني. خرجت عدة أمتار وإذا بابني يرفع النظارة ويقول أنا أرى. أجاي أشوف، أنت كل شيء أشوف، وهاي النظارة، وطالي النظارة مالت. فرجعت إليه وشكرته. بعدها رجعت إلى الدكتور والقضية موجودة هنا. شكرا. اب نداره من ترجمه کنم. چندین بار رفتم حرم مولایم ابوالحسن علی ابن موسی رضا، اذن دخول گرفتم، محضرش وارد شدم، شکوه کردم، بهش گفتم پسرم داره کور میشه، بهش گفتم دکترا جواب کردن.
تا روز آخر پروندهشو بردم حرم. پروندهشو رو دستم گرفتم، گفتم امام رضا دکترا عاجز شدن، تو هم عاجزی. دکترا نمیتونن، تو هم نمیتونی. گفت اینا رو که گفتم نمازم رو خوندم، نشستم برای نماز، از حرم اومدم بیرون. تشنه بودم، خیلی هم تشنه بودم. رو کردم به امام رضا، گفتم سیدی آب حرمتم دیگه نمیخورم، حالا که بچه ما شفا نمیدی از سقا خونتم آب نمیخورم. تو حرم فقط یه قسمش دادم، من گاهی هی قسم میدم جوونا. او قسم وقتی پرونده دستم بود تو حرم میخواستم بیام بیرون، گفتم به چشای تیر خورده عمود ابوالفضل چشم بچه منو شفا بده. به عیون ابوالفضل العباس چشای بچه منو شفا بده. از حرم آمدم بیرون، گفتم آبم دیگه نمیخورم از یه حرم. پسرم دنبالم می اومد، پسر من با فاصله 2-3 متری دنبال من می اومد، صدا زد بویا بویا، بابا بابا وایسا، من چشم داره میبینه، عینکم هم که بردارم میبینم، بابا چشم خوب شده. اون وقت دیگه قوقایی شد.